آقا نمیدونم شما مثل منین یا نه، من هر وقت گان انمیو برداشتم تخمی بوده. دیشب آقا ما یه کریم از انمی برداشتیم، اومدیم اینجا یه شات زدیم، دیدیم از چه رنجی وان شات کرد، پشمام ریخته بود. گفتم حتما شانسی بوده، اومدم یکی دیگه زدم، اینم وان شات کرد، دیدم بعدی هم باز وان شات کرد. دیگه فهمیدم که چی، اتچمنتش باگه. گفتم سری بیام فردا برای شما خب بذارمش که بریم باش وان شات کنین و خلاصه که ما رو دعا کنین. اتچمنتش که پایین صفحه گذاشتمش خدا داشت. ممنون میشم یه لایک و کامنت برام بذاری، حالا که من کامنت زوری نگرفتم تو هم یه حالی به ما بده، یه لایک و کامنت برام بذاری، دکمه فالو هم بزن. خیلی عشق. آقا نمیدونم شما مثل منین یا نه، من هر وقت گان انمیو برداشتم تخمی بوده. دیشب آقا ما یه کریم از انمی برداشتیم، اومدیم اینجا یه شات زدیم، دیدیم از چه رنجی وان شات کرد، پشمام ریخته بود. گفتم حتما شانسی بوده، اومدم یکی دیگه زدم، اینم وان شات کرد، دیدم بعدی هم باز وان شات کرد. دیگه فهمیدم که چی، اتچمنتش باگه. گفتم سری بیام فردا برای شما خب بذارمش که بریم باش وان شات کنین و خلاصه که ما رو دعا کنین. اتچمنتش که پایین صفحه گذاشتمش خدا داشت. ممنون میشم یه لایک و کامنت برام بذاری، حالا که من کامنت زوری نگرفتم تو هم یه حالی به ما بده، یه لایک و کامنت برام بذاری، دکمه فالو هم بزن. خیلی عشق.